بگو یه بار. الان درست شده؟ یه کمی آره. خوبه؟ اگر میخواین چند دیگه هم باشه شهرداری اینجا. بچه‌ش میخوای بگو بیان. ولی وایس اولی صحبت باید بکنیم بعد. باشه چشم. وایسن بعد بیا. باش. اینا همه همشهری ان؟ آره. بچه کجان اینا؟ با همیم دیگه. یک جا هستیم. بچه کجایی؟ خودت معرفی کن اول. ها اسم من عبدالنظر، ولایت بدخشان، ولسوالی تگاب کشتم. آمدیم اینجا میخوایم کار غریبی بکنیم، مثلا ایران این جادهاش تمیز بکنیم، یک خورده پول دست بیاریم. و دولت ایران هم میخوایم مثلا تمیز تازه نگه بداریم. اینا دیگه همینه دیگه. یعنی در حقیقت کارت مبارزه با کثیفیه. آره دیگه، همه وقت با کثیفی هم میخوایم اون رو تمیز بکنیم، مثلا جوی باشه یا خیابان باشه، یا مثلا فضای سبز میخوایم که باغچه درست بکنیم قشنگ بیایه. روزی چند دفعه میری حموم؟ ها؟ اگر بگم حموم ندارم با چی بگو اینا؟ حموم نداری خونه؟ نداریم نه. کجا میری حموم؟ حموم میریم از جیبمون پول میدیم مثلا دربند. حموم عمومی؟ بله. نمره. چقدر میری حموم؟ چند روز یه بار اول میری حموم؟ 4 روز بعدی، مثلا 3 روز بعدی 1300 میتیم مثلا حموم میکنیم. حقوق ما مثلا چیزی نیست، خیلی کمی آقا. بله. تو افغانستان حموم داشتی یا میرفتی بیرون؟ چرا افغانستان حموم ندارم مگم؟ با ای که افغانستان خراب شده در طول چند سال، الان درست شده دیگه، خوبه فعلا. بعد نیست. تو افغانستان بودی خونت حموم داشت یا میرفتی بیرون؟ بله حموم داشت، چرا نه؟ خب الان یعنی پول حموم برات گرونه انقدر؟ آره دیگه، اینجا حقوق کمه، پول گرامه. بله. تر و تمیز هست حموما؟ حموما خوبه، بله، خیلی قشنگه. خب یه روز میخوام بهت بگم آخرین باری که رفتی حموم کی بود؟ آخرین الان 2 روز دیگه که نرفتیم. 2 روز نرفتیم. 2 روز نرفتیم، بله. خب 2 روز پیش که رفتی حموم، بله، برام تعریف کن از وارد شدنت به حموم رفتن و اینا، اون روزو برام تعریف کن. ما که رفتیم توی حموم، مثلا حموم خیلی قشنگ بود، مثلا جانمون تمیز کردیم، مثلا برآمدیم سر ریمون تمیز تازه خوشگل. الان که اومدیم تو این جاده دیگه، این مثلا میبینی حالمون چی حالیه. تعریف کن برام از وقتی رفتی تو حموم چجوری، اصلا داستانشو تعریف کن برام. رفتن حموم گفتم خب که رفتیم مثلا لباس گرفتیم توی حموم، رفتیم حموم قشنگ بود، تمیز تازه بود، حموم کردیم در اومدیم. الان که توی جاده اومدیم کثیف هستیم دیگه. مثلا نه برام تعریف کن چجوری رفتی تو حموم اومدی بیرون، همه رفتن اینا رو برام تعریف کن. اینجوری که زمین رو رفتیم اینجوری رفتیم دیگه. نه رفتی تو چیکار کردی، سلام علیک، همه اینا رو برام تعریف کن. میبخشین. رفتیم سلام علیک شدیم با عمومی، اونجا لباسامون جای داشت، در آوردیم جای غلف داشت، لباسامون تی از او گذاشتیم، غلف کردیم، غلف هم دست خودمون گرفتیم رفتیم مثلا توی حموم. با همون طوری که مثلا خودی ما داشتیم همون طور حموم کردیم در اومدیم. نه برام تعریف کن چیزی حموم کردی، حموم کردن تو برام تعریف کن. حموم کردن ها؟ از اون هم درست نشد مگم؟ چی؟ از اون هم درست نشد گفتم. نه باید قشنگ تعریف کنی، مثل اون قفلی که گفتی قفل کردی رفتی تو، بقیه‌اش هم همینجوری تعریف کن. خب رفتیم مثلا گفتم خب برای لباسایمون در آوردیم، غلف کردیم رفتیم. مثلا اول آب که بود اونجا نه، سر دست روی من شوشتیم، مثلا دهن دماغ من شوشتیم. من گفتم من برای همون طوری که حموم بود همون طور حموم کردیم، لباسایمون بجان کردیم در اومدیم. لباسات هم تو حموم شستی؟ نه لباسا را توی حموم نشستیم، ما اومدیم توی اتاق خودی من. خب بله. ببین من میرم حموم، ببین بله. من مثلا برای تعریف میکنم. بله. اول میرم سرمو میشورم، بله. بعد تنمو میشورم، بعد میرم ریشمو میزنم، دوباره اول سرمو میشورم بعد تنمو میشورم. تو چجوری حموم میکنی؟ خب من هم گفتم که همون جوری دیگه. یعنی گفتم که همون جوری که مثلا توری حموم هست، اینه که لباس شوشتن است یا مثلا سر ریش زدن است، همون طور دیگه. یعنی
دست درد نکنه. سر شما در نکنه. ممنون. چیه؟ بله اسم صاحب همون چیه میدونی؟ نمیدونم میبخشین. زیاد میری اونجا؟ بله مردمان خوبی هن؟ بله بله خیلی آدم قشنگ هستن. دست درد نکنه. سر شما در نکنه. ممنونم. خب برمیگردی رو به اون ور؟ بله چرا نه؟ اون ور قشنگ برگرد تو شهر رو نگاه کن. باش. کامل برگرد. خیلی خوب. سر شما در نکنه. ممنونم آقا. قربان. سلامت باش. دست درد نکنه. سر شما در نکنه. سلامتی.